به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با درود فراوان به علاقمندان ادبیات فارسی، مبحث دیگری رو شروع می کنیم که در جلسه قبل وعده اون رو داده بودیم. با آن چرایی و بعد چگونگی تألیف محصول ادبی است، متن ادبی است. با توجه به طبقه بندی هایی که در جلسه پیش انجام دادیم، لازم است که درباره و در خصوص هر کدوم از این افراد و کاربران طبقه بندی شده در حوزه ادبیات به طور مجزا چرایی و چگونگی اون رو به بحث و مداقه قرار بدهیم. خب طبیعتاً اولین و بنیان ایجاد متن ادبی و کارخانه اون کالا و محصول ادبی مؤلف هست. مؤلف یعنی یا نویسنده هست یا شاعر است. یعنی اگر محصول ادبی به صورت رمان و داستان باشد به آن معمولا نویسنده میگویند، و اگر به صورت شعر باشد، اما از اینکه شکل شعر و سبک شعر چگونه باشد به آن شاعر میگویند. و مجموع این دو رو ما بهتر است که به عنوان مؤلف یاد کنیم و هر دو رو در بر بگیرد. خب سوال اصلی اینجاست که مؤلف چرا محصول ادبی را ایجاد می کند؟ سوال بسیار دشواری است، برای اینکه نیت خوانی کار بسیار بسیار سخت، شاید غیر ممکنی باشد که بتونیم نیت اشخاص رو در هر رفتار و کرداری، حتی گفتاری استخراج کنیم و به آن مطمئن باشیم. اما با توجه به مطالعه متون مختلف ادبی می توانیم یه فهرستی اجمالی و مختصر و در حد میسور و قابل درک ارائه کنیم و هرگز ادعای این رو نداریم که تمام علل و وجوه اهداف تعبیر متن یا تشکیل متن رو اینجا بتونیم بیان کنیم. پس این فهرستی که من عرض خواهم کرد بیشتر در تجربه های مطالعاتی متون مختلف به وجود آمدند و بر اساس اونها یک فهرستی تشکیل شده است. خب قبل از اینکه این فهرست رو من عرض کنم باید یادآوری کنم که مؤلف ادبیات فرقش با یک خبرنگار یا خبررسان این است که با توجه به تعریفی که از ادبیات کردیم در جلسه اول، زبان را به شکل ویژه‌ای در می آورد و از شگردهای خاصی استفاده می کند تا مفهوم و مطلوب درونی خودش رو که میخواد به متن ادبی تبدیل کنه ایجاد می کند و شگردهایی رو در اون خلق می کند، از جمله خلق فضاهای خاص، شخصیت‌های متفاوت، دیالوگ‌ها و گفتگوهای بین آنها، توصیف محیطی که این شخصیت‌ها و اشخاص و افراد در اون متن جای دارند، حتی عناصر طبیعی درختان و گلها و جانوران دیگر هم وقتی در متن ادبی گنجانده شده باشد، نگاهی جدید و متفاوت در وهله اول در اون دیده می شود و در وهله دوم به کارگیری اون نگاه با زبانی متشخص و متفاوت از زبان معمولی ارائه می گردد. در واقع روایتی خاص از یک نگاهی خاص است درباره موضوعی خاص.
خب باید بریم به دنیای مؤلف، ببینیم که مؤلف در دنیای خود چه تجاربی رو اخذ می کند و آن را توصیف می کند. طبیعتاً همه می دانیم که ماها انسانها، اهم از این که مؤلف باشیم یا نباشیم، دو دنیای مجزا داریم که اون رو تجربه می کنیم. دنیای درونی خیش و تأملاتی که و تعبیراتی که و تعبیلاتی که از زندگی بیرونی در درون خود ایجاد می کنیم، عرض کردم با تعبیل و تفسیرهایی که از پدیده‌های بیرونی در درون خود خلق می کنیم. و یکی هم تجربیات کاملا بیرونی و محیطی هست که باز هم با زبانی خاص و نگاه خاص آن رو روایت می کنیم. مؤلف هم در واقع شگرد اصلیش و تفاوت بنیادینش با دیگر سخنگویان این است که اون روایت خود را از دنیای درونی و یا دنیای بیرونی خود با عناصر خاص ادبی که گفتیم کاربرد ویژه زبان است که کافی نیست، باید نگاهی هم ویژه و متفاوت از دیگران داشته باشد تا بتونه مخاطب خود رو جلب و جذب کنه. پس تجربه های زیستی مؤلف عامل اصلی هر تألیفی است، اهم از این که چرایی و نیت مؤلف چه بوده باشد. خب به فهرستمون مراجعه میکنیم، ببینیم چه فهرستایی رو میتونیم تشکیل بدیم. عرض کردم این فهرست میتونه طولانی تر باشه، شاید کوتاه‌تر باشه به خاطر همپوشانی بعضی با بعضی دیگر، و حتی عمیق‌تر و ژرفای اون بیشتر باشه. اما چون بنای محتوای این برنامه این است که آشنایی فقط بدهد و قصد و نیت ما در این برنامه متخصص کردن افراد در باره ادبیات نیست و صرفاً هدف گذاری ما آشنایی اولیه با مباحث ادبی است، بنابراین فهرست ما هم از این الگوی فکری پیروی می کند و در حدی که صرفاً آشنایی ایجاد کند به بیان خود و بحث و فحص خود می پردازد. خب اولین کاری که مؤلف یا حسی که مؤلف یا انگیزه‌ای که مؤلف رو وادار می کند متن ادبی رو، چه شعر و چه داستان و رمان و اقسام دیگر آن که در بخش‌های دیگر مفصلاً توضیح خواهیم داد که ادبیات انواع خاصی دارد که به عنوان ژانر ادبی یاد می شود، بعدها اون رو بیشتر مورد دقت و بحث قرار خواهیم داد. اولین نشین است که احساسات شخصی و تجربه‌های عاطفی ویژه خود و برداشت و تعویل و تفسیر اونها رو به صورت متن ادبی، باز هم تاکید میکنم با شگردهای خاص ادبی خود که شامل زبان و نگاه هست ایجاد کند. اموری مثل رویاهایی که بر او عارض می شود یا حالات و عواطف و تجربیات کاملا شخصی که در حالاتی در زندگی مؤلف روی می دهد. جنبه دوم یا میتونیم بگیم علت دوم برای ایجاد متن میتواند بیان مباحث و مسائل مختلف اجتماعی باشد. یعنی مؤلف در پی توصیف اجتماع حاصل از تجربه خود و تجربه حاصل از اجتماع خود باشد، اما از عشق، نفرت، حسادت، ظلم، عدالت، توصیف اقشار فقیر و ثروتمند و حتی نوع گفتگوهای آنها، آرزوهای آنها و توصیف مشاغل موجود در متن جامعه و هر آنچه که در محیط
پیرامونی و زندگی بیرونی خود درک کرده است. مورد بعدی، گاهی مؤلف میخواد نظریه‌های خاص فلسفی، عرفانی، ایدئولوژیک و مباحث و موارد خاص نگاه انسان به جهان هستی که میتواند از مطالعه و دریافت دیدگاه دیگران برگرفته شده باشد، مثل ایدئولوژی مثلا کمونیستی و مارکسیستی و اسلامی و مذهبی و عرفانی و فلسفه های مختلف، اون رو از دیگران برگرفته و نویسنده به شکل روایتگری به عنوان مؤلف ادبی اون رو به متن ادبی تبدیل کند، و یا اینکه اصلا خودش دارای نظریه خاصی هست، فلسفه خاصی هست، تجربه عرفانی خاصی هست یا ایدئولوژی خاصی هست که میخواهد اون رو با متن ادبی به مخاطب خود انتقال دهد. امثال آلبر کامو و ژان پل سارتر رو میتونیم در ادبیات جهان به عنوان کسانی که ایدئولوژی یا نظریه اگزیستانسیالیسم رو یا هستیگرایی رو میخواستن عنوان کنند مثال بیاریم. خود مولانای ما در زبان فارسی، حافظ و عطار و غیره در برخی موارد این مبانی نظری، فلسفی، عرفانی و ایدئولوژیک رو محملی کردند برای ایجاد متن ادبی که البته حتما باید با شاگردهای ادبی همراه باشد، چون غیر از اون باشد تبدیل به مانیفست یا بیانیه یک فلسفه یا نظریه یا ایدئولوژی خاصی می شود. بنابراین فرق مشخصش این است که تعبیر و توصیف آن به شکل ادبی باشد که در اون تعریف اولیه بیان شده است. بعضی وقتا قصد مؤلف این است که به دیگران توصیه‌هایی در رابطه با بهتر زیستن و دانستن مشکلات زندگی و حل و فصل اون دشواری‌ها و سختی‌ها و راهکارهای آن سختی‌های زندگی و بار هستی رو به طریق ادبی و شگردهای زبانی خاص خودش و کاربرد ویژه زبان بیان کند. و قصه دیگر و در واقع جنبه دیگری که میتوانیم لحاظ کنیم به عنوان قصد مؤلف و هدف مؤلف از نگارش متن ادبی، احساس نوعی مسئولیت برای بیان برخی یافته های خود هست که به وسیله اون تونسته بر جنبه های از زندگی فائق بیاید و خواسته اون رو به نوعی به مشارکت دیگران در بیاره. جنبه دیگر در سطح نازلتری قرار میتونه داشته باشه و صرفاً برای این است که مشغول بشود در حین تألیف متن ادبی و به نوعی با مشغول شدن به تألیف فرار و پناهی داشته باشد از سختی‌ها و مشکلات خود در زندگی که تجربه می‌کند و با ورود به درون متن و ایجاد متن که خواسته خودش هست و جهان خواسته و مطلوب خودش رو در اون متن می‌خواهد بسازد، غرق در آن می‌شود و از مشکلات واقعی پیرامون خود و جهان بیرون خود غافل می‌شود و به نوعی اون بار هستی رو از دوش خود بر زمین می‌گذارد و در حین نوشتن و پرداختن متن ادبی آنچنان درگیر تألیف آن متن است که از دیگر زوایای زندگی واقعی خود را دور می کند و همون کلمه مشغولیت را میتونیم براش بهترین تعبیر بدانیم. مشغول شود و سرگرم شود به تألیف و از دنیای بیرون خود را به
در واقع دوری و فراموشی متصل کند. جنبه دیگر که میتونه نازل در نظر گرفته بشه، البته هیچ کدوم از اینا از نظر من ارزش گذارانه نیست، یعنی چیزی بر دیگری نمیتواند ارزش فزونتر یا کمتری داشته باشد. ای بسا نیت مؤلف چیز دیگری از اینایی که گفتیم باشد و یا همونایی است که عرض کردم باشد، ولی نتیجه‌ای که در جامعه و جامعه خوانندگان میدهد غیر از اون باشد. بنابراین نیت‌ها لزوماً نتیجه های اون نخواهند بود. ممکنه نیت مؤلف بیان یک اعتقاد خاصی باشد، ایدئولوژی خاصی باشد، حتی قصد سرگرمی داشته باشد، اما خواننده و جامعه خوانندگان هستند که به عنوان مؤلف دوم که بعدها یاد خواهیم کرد به عنوان مرگ مؤلف اون رو بازآفرینی می‌کنند، دریافت شخصی خود رو از اون متن می‌کنند. بنابراین متن می‌تواند خارج از حیطه نیت مؤلف استفاده بشه و نیت مؤلف اصلا در نظر گرفته نشه و حتی اصلا به آن پرداخته نمی شود و در نظر گرفته نمی شود. کسب شهرت و معروفیت و نامآوری در اجتماع که خب طبیعتا هر کسی در هر کاری میخواهد که سرآمد اون باشد یا به نوعی معرفی شود و تألیف متن ادبی، حالا بازم عرض میکنم لزوما به این معنی نیست که چون دنبال کسب شهرت هست و نامآوری است حتما به این معنا باشد که پس متن او نازل خواهد بود. ای بسا نیتش کسب شهرت است اما میبینیم گاهی نتیجه غیر از اون است. به جز کسب شهرت طرفداران خیلی مستحکم و به اصطلاح امروزی‌ها بسیار مشتاق تری رو پیدا می کند و حتی گاهی گل می کند به اصطلاح و بسیار معروف تر از خود مؤلف می شود متن و استقبال جامعه از اون بیشتر می شود. گاهی برای کسب درآمد بوده و این باز هم جنبه ارزش‌گذاری برای متن ادبی نمیتونه باشه. ما در زندگی داستویفسکی نویسنده معروف روس خوانده ایم که اغلب تألیفاتش رو به سختی برای امرار معاش انجام میداده، چون در اون زمانی که او زیست میکرده ناشران کثرت و تعداد صفحات متن رو در نظر می گرفتن و بر اساس اون برای نویسنده و مؤلف وجهی رو پرداخت می کردن. اما باز هم در نظر باید بگیریم که میتونه برای کسب درآمد باشه اما تبدیل بشه به یک متن شاهکار و ادبیات فاخر. در نهایت نیت مؤلف درست است که در به وجود اومدن متن اثر مستقیم دارد، اما در استقبال و شهرت متن و لانسه شدن اون به قول معروف پخش شدن اون لزوما ارتباط مستقیمی ندارد. اینها چیزایی بود که به ذهن من رسید به صورت فهرستوار بگم. نیت‌های دیگری هم میتونیم در نظر بگیریم اما اینها بر اساس اون مطالعات و تجربیاتی که در متون مختلف و آثار ادبی من دریافت کرده بودم رو فهرستوار عرض کردم. اما نتیجه کلی این است که فراتر از نیت مؤلف چیزی وجود دارد که هنوز معلوم نشده است چرایی و چگونگی آن، و آن این است که مؤلف ممکن است نیتی داشته باشد که کاملا مغایر با استقبال و حتی خواسته مخاطبان باشد، چه به صورت منفی چه به صورت مثبت. گاهی نیت مؤلف این است که بهترین اثر رو تولید کند و برعکس آن انجام می شود و استقبالی انجام نمی گیرد و گاهی گفتم برای کسب درآمد و شهرت و حتی مشغولیت متنی رو ایجاد می کند اما برعکس
جامعه ادبی، مخاطبان ادبیات اون رو بسیار بسیار میپسندند و در بازار کتاب و نشر و دنیای ادبیات اسم و حتی رسم خاصی پیدا می کند و حتی پیروانی رو هم برای خود ایجاد می کند و تبدیل به یک سبک می شود که درباره سبک‌های ادبی هم در جلسات پیش رو سخن خواهیم گفت. خب این هم موارد بسیار اجمالی و مختصر در رابطه با چرایی. البته به چگونگی دیگه نرسیدیم، چگونگی رو میذاریم برای یک موضوع دیگر، مبحث دیگر. وقتی که چرایی ها تمام شد به چگونگی ها هم که خود ادبیات در واقع می شود در رابطه با مؤلف بپردازیم. و تا اینجا من سخن رو کوتاه می کنم و بدرود می گویم و آرزوی شادکامی و تندرستی برای شما عزیزان علاقمند به ادب و ادبیات فارسی دارم.